سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با یک ویدیوی بسیار ترسناک و همچنین بسیار مرموز. امروز اومدیم که در مورد یک زن با یک عروسک زامبی ازدواج کرده صحبت کنیم و در ادامه چند تا از ویدیوهای ترسناک که با دوربین مدرسه و هم یوتیوبرها خارجی ضبط کردن رو بهتون نشون بدم. خب بزن بریم این ویدیوی بسیار جذاب با هم ببینیم. در سال 2022 زنی که تصمیم گرفت با یک عروسک زامبی ازدواج کند. آن عروسک به قدری ترسناک بود که مورد سوژه رسانه‌ها قرار گرفت. او تصمیم گرفت که با یک عروسک ازدواج کند و به گفته خود صاحب 6 فرزند از جنس عروسک است. این شخص به نام فلیتیس کالک، حالا نمیدونم اسمشو دارم درست تلفظ میکنم، حالا برای اینکه آسونتر آن رو تلفظ کنم میگم فلیستی تصمیم گرفت که با یک عروسک ازدواج کنه. او به گفته خود که از این زندگی احساس خوشبختی میکنه و میخواهد که تا پیری با این عروسک ها زندگی کند. فلیستی که با یکی از اعضای خانواده‌اش در یک خانه زندگی می‌کردند، آن اعضای خانواده میگوید که من دیگر نمیتوانم این وضع رو تحمل کنم، چون به گفته خود میگوید که این عروسک رو به قدری وحشتناک هستند که من شبا نمیتوانم بخوابم و این عروسک رو از اینجا دور کنیم. فلیستی تصمیم میگیره که از این خونه بره و عروسکاش رو در یک انباری نگهداری کنه تا چند روز که یک هتل اجاره میکنه و در آن با عروسکاش زندگی میکنه. او تصمیم میگیره که برای یکی از عروسک‌های پسرش جشن تولد بگیره و این عروسک به قدری وحشتناکی که انگار زنده. فلیستی که مورد سوژه رسانه‌ها قرار گرفته میگوید که رسانه برای من اهمیتی نداره و من با این عروسک‌ها قرار زندگی کنم. بچه این هم بود از داستان فلیستی که واقعا اصلا با خودتون میگین که همچین شخص مگه وجود داره، اصلا همچین اشخاصی وجود داره. بچه متاسفانه در دنیا ما همچین اشخاصی وجود دارن و هستن که با عروسک ازدواج کردن و به گفته خودشون احساس خوشبختی میکنن. حالا در ادامه چند تا از ویدیوهایی که با دوربین مداربسته گرفته شدن من به شما نشون میدم که احتمال فیک بودنشون خیلی کم. خب بچه‌ها، اولین ویدیو که میخوایم مشاهده کنیم در یک مدرسه گرفته شده که توسط دوربین مداربسته گرفته شده که بسیار ترسناکه و بیا با هم ببینیمش. بچه‌ها دیدین از ویدیو بود که به احتمال فیک بودنش هم خیلی کمه و من خودم هم به شخص فکر نمی کنم که این ویدیو فیک باشه. بچه‌ها حالا ویدیو بعدی رو میخوام بهتون نشون بدم که واقعا ترسناکه، توسط یک یوتیوبر خارجی گرفته شده که این یوتیوبر قصد داره که از یک قبرستون متروک دیدن کنه که ناگهان با یک موجودی عجیب غریب روبرو میشه که بیان با هم ببینیم. I keep feel like I'm gonna see somebody staring at me. I am heading towards the mausoleum area, which is right in front of me somewhere, right around there. And I'm gonna take you guys to check this area out one more time. Then I'm gonna try to see if I can head out of here because I'm pretty far from the car. All right, there they are, right there. What is it? What the fuck is that?
It's like a black thing. What? Oh my god. It's fucking moving. Get the fuck out of here. Oh my god, that was so fucking creepy. I want to make sure I have a place to run. I'm gonna see if I can catch what it was that I just fucking saw. Oh my god. Hello? Oh my god. Oh my god, that was so fucking spooky. And it's not even there no more. Of course it's not even there no more. Oh my god, let me bring up my brightness. Holy shit. Oh my god. Oh Jesus Christ, I keep fucking doing shit. خب ویدیو بعدی در مورد اینه که یک پزشک داشته از پرستار خودش فیلم میگرفته که ناگهان یک صحنه ای رو ضبط میکنه که واقعا باورش سخته. Es que te estoy enfocando las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, Se mueve, ya se mueve. Vete a la verga. Yo no voy. No mames. و بچه ها ویدیو بعدی که میخوام بهتون نشون بدم که به شخص خودم که اعتقاد دارم خیلی احتمال فکر بودنش کمه و واقعا اگه بیان خودتون یه لحظه جای این شخص بذارین ببینید چه حسی بهتون دست میده. این شخص در یک خونه دیدن میکنه که ناگهان با یه صدای عجیب روبرو شه و مجبور میشه که گوشی رو برداره و فیلم بگیره که ناگهان چنین چیزی رو ضبط میکنه. Hello? The heck is that? Hello? Who is it? خب بچه‌ها این هم بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید و همینطور امیدوارم که تنتون سلامت باشه. بچه‌ها این کانال رو حمایت کنید، من به حمایتتون خیلی احتیاج دارم. لایک، کامنت و سابسکرایب حتما فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی بین